استاد ممنون میشم اگر امکان داشته باشه فواید سنگ پا کشیدن رو برای ما بیان بفرمایید. سنگ پا کشیدن یک سنت قدیمی پرفایده بوده که خواص بسیار زیادی داره، ما ازش غافل شدیم یا غافلمون کردن. مضراتش رو من بگم ابتدا، بعد بریم رو خواصش. مضرات سنگ پا اینه کسی که بیماری پسوریازیس داره از سنگ پا استفاده نکنه، باعث تشدید این بیماری میشه. زیر نظر پزشک متخصص میتونه از ترکیبات کراتولیتیک برای نرم شدن لایه‌های کلفت شاخی کف پاش استفاده کنی. من یک کتابی رو سال 1395 به اسم ماساژ درمانی نوشتم، جامع ترین دایره المعارف ماساژ درمانی. توی صفحه 345 به بعدش خواص ماساژ کف پا رو توضیح دادم. پس الان برای خواص سنگ پا باید توضیح بدم مجددا، اینا رو من قبلا گفتم، مجددا توضیح بدم که کف پاتون رو وقتی که شما ماساژ میدید چه خاصیتی داره. ماساژ کف پا آندروفین رو افزایش میده، شادی رو زیاد میکنه، سلامتی رو زیاد میکنه، روح و روانتون رو شاد میکنه، استرس رو کم میکنه و درد رو از بین میبره، اضطراب رو از بین میبره، بر میزان کورتیزول داخل خون هم تأثیر میذاره، درد اسکلتی رو کم میکنه، تهوع استفراغ رو از بین میبره، فشار خون رو تعدیل میکنه. من یه پای عروسک رو آوردم، شما اگه یادتون باشه ماساژ کف پا گفتم زیر انگشت وسطی سومی، اون قسمت گوشتالو زیرش رو به صورت دورانی ماساژ می‌کنید، فشار خون میاد پایین. من اینا رو در ماساژ درمانی ها رو گفتم، ولی الان دارم کف پا رو میگم. پس کف پا رو شما سنگ پا میکشی، فشار خونتون تنظیم میشه، غلظت خونتون تنظیم میشه. ماساژ کف پا درد مفصلی رو از بین میبره. پاشنه پاتون رو ماساژ بدین. وقتی شما 2 دقیقه 5 دقیقه در طول روز پای چپ پای راستتون رو ماساژ میدین، درد اسکلتتون کم میشه. ماساژ کف پا باعث میشه که بیخوابیتون هم از بین میره، شب خوابتون نمیبره. کف پاتون رو 2 دقیقه ماساژ بدید، یه قاشق مربا خوری عسل هم میل کنید، مطمئن باشید که یه خواب عمیق شما رو فرا میگیره. کسایی که تصادف میکنن، کسایی که جراحی میکنن، از جایی پرت میشن تو نقاهتن، برای توانبخشی کف پاهاشون رو ماساژ بدید شما. کسایی که مشکلات یائسگی دارن، علائم یائسگی اذیتشون میکنه، یا دختر خانم ها سندروم پیش از قاعدگی دارن، کف پاشون رو ماساژ بدید، مخصوصا زیر انگشت چهارمی 2 تا پا. من برای فشار خون گفتم فقط پای چپ، زیر انگشت سوم پای چپ. برای عرضم حضور شما سندروم پیش از قاعدگی میگم زیر انگشت چهارم پا رو به صورت دورانی ماساژ بدید، بگیرید ماساژ بدید، پای چپ پای راست. گفته بودم 2 تا انگشت دست راستتون رو 1 سانت زیر ناف فشار بدید 2 دقیقه، درد قاعدگی کم میشه. برای سرطان کف پاتون رو ماساژ بدید، بهبودی پیدا میکنه، سرطان رو محدود میکنه. کسایی که شیمی درمانی میکنن حتما یادتون باشه کف پاهاشون رو ماساژ بدید 5 دقیقه در طول روز، پای چپ پای راست حداقل. حالت تهوع، تنگی نفس از بین میره. برای MS خوبه. خانم های باردار تو 3 ماه دوره بارداریشون، تو 3 ماه آخر بارداریشون به دلیل تجمعات مایع در پاهاشون ادم پا میگیرن، کف پاهاشون رو 20 دقیقه ماساژ بدن، 4 تا 5 دقیقه چپ و راست ماساژ بدن، 2 تا 10 دقیقه چپ و راست ماساژ بدن. کسی میخواد درد زایمان نداشته باشه کف پاشو ماساژ بده. ما در مورد کنترل درد گفتیم کف پا رو ماساژ بدیم. ما در مورد کنترل درد تو ماساژ درمانی فشار درمانی گفتیم که نقطه هگو رو ماساژ بدی، اتصال انگشت شست و اشاره. اینا رو توضیح دادیم. کسی که سنگ پا میکشه، من اینجا خواص ماساژ کف پا رو برای خواص سنگ پا کشیدن دارم توضیح میدم. کسی که سنگ پا میکشه قدرت جنسیش بیشتر از کسی که سنگ پا نمیکشه. کسی که ماساژ کف پا میده قدرت جنسیش بیشتر از کسی که عرضم حضور شما کف پاشو ماساژ نمیده. سردردهای سینوسی رو از بین میبره. شما میتونین انگشت سومی وسطی رو 2 طرف فشار بدید. کسایی که سردرد تنشی دارن میتونن، سردردهایی که از عقب به جلو میگیره مثل میگرن، میتونن بین انگشت سوم و چهارم و پنجم به صورت دورانی بالا و پایین رو ماساژ بدن. سردرد گیجگاهی کسی داره، شست پاشو 2 طرف، 2 تا انگشتای شست پاشو بگیر 2 طرف فشار بده، ول کنه، فشار بده، ول کنه. گیجگاهی سمت راست درد میگیره، انگشت شست پای چپتون رو ماساژ بدید، اینطوری بگیرید ماساژ بدید. گیجگاهی سمت چپ درد میکنه، انگشت شست پای راستتون رو بگیرید ماساژ بدید. بینی چپ بسته شده، انگشت
عرضم حضور شما شست پای راست رو ماساژ بدید، بینی راست بسته شده، انگشت شست پای چپ رو ماساژ بدید. من اینا رو توضیح دادم. عرضم حضور شما برای درد ستون فقرات گفتم داخل پاتون رو ماساژ بدید. اینا همش خواص ماساژ کف پاست که برای سنگ پا کشیدن هم لحاظ میشه. اگر احیانا شما داخل پاهاتون رو ماساژ بدین، بلا فاصله ستون فقراتتون که درد میکنه نمیتونه راست بشه راست میشه. برای خستگی رو از بین ببرید کف پاتون رو ماساژ بدید. استرس، افسردگی، کاهش درد بدن، حال کبد میخواد خوب بشه، سمزدایی بهتر بشه، کیسه صفرا حالش خوب بشه، اون قسمت گودی رو ماساژ بدید. گودی کف پا که شما سنگ پا میکشین حال کبدم خوب بشه، صورتتون اصلا روشن‌تر میشه. عرضم حضور شما که بین دو تا پا، داخلی دو تا پا رو اگر شما میخواین برونشیت نداشته باشید، مشکلات تنفسی از بین بره، زیر شست پاتون رو ماساژ بدید. پس اینجا هم که اگر سنگ پا میکشید حال برونشیتتون خوب بشه، حال سیستم تنفسیتون خوب میشه، دیافراگمتون، شکمتون، لوزالمعده، غده فوق کلیه، غده عرضم حضور شما غدد بدن، غدد درون ریز بدن، کف پاتون رو وسطش رو ماساژ بدید. عرضم حضور شما. حالا من همه فواید ماساژ کف پا رو قبلا گفتم، مختصری هم الان اینجا گفتم. پس شما میتونید سنگ پا که میکشید از این فواید استفاده کنید. کسی که مرض قند داره بره حموم هفته 2 بار کف پاشو سنگ پا بکشه. چرا؟ سنگ پا کشیدن موجب تنظیم قند و دفع مواد زائد بدن میشه. اگر کسی اختلالات عصبی داره، سردرد داره، کف پاشو سنگ پا بکشه، مالش بده کف پاشو. کسی که خونش غلیظه، برای اینکه حال کبد خوب بشه، کف پاشو میتونه عرضم حضور شما سنگ پا بکشه. خانوم ها اگر نگرانند برای رشد بچه هاشون، هفته 2 بار بچه ها رو ببرن کف پاهاشون رو تو همون بشورن، کف پاهاشون رو ماساژ بدن و سنگ پا بکشن. وقتی که کف پاشون رو سنگ پا میکشن، غده هیپوفیز مغز تحریک میشه، هورمون سوماتروپین ترشح میکنه، قد بلندتر میشه. پس 15 دقیقه پای بچه ها رو تو آب گرم نمکدار نگه دارن و بعد پای بچه ها رو سنگ پا بکشن. اگه یه خانومی میخواد پاهاش خوشگل‌تر باشه، پای زیبایی داشته باشه، حتما از سنگ پا استفاده کنه. این مختصری از خواص بیشمار سنگ پا بود که من همه رو جمع کردم و کوتاه عرض کردم. ممنون.